کسی که عاشق کارش باشه بعد یه مدت اونقدر بهش عادت میکنه که هر جا نشونی از کارش ببینه حس خوبی بهش دست میده. شاید به همین دلیله که وقتی گلدونای قشنگ بالای ضریحتو میبینم برای چند لحظه حالم عوض میشه. اولین روزایی بود که گلخونه کارشو شروع کرده بود. همه چی خوب پیش میرفت. شغلمو دوست داشتم و براش وقت میذاشتم. 1-2 سالی که گذشت کارم رونق خوبی گرفت و همه چی عالی بود. تا اینکه بعضی اتفاقا رو نمیشه پیش بینی کرد. شایدم به خاطر کم تجربگی خودم بود که اون اتفاق افتاد. یه آفت زدگی کافی بود تا توی یه مدت کوتاه آسیب جدی به گلخونه وارد بشه و کلی ضرر کنم. شرایط خیلی سخت شده بود ولی نباید ناامید می شدم. یه یا علی گفتم و دوباره شروع کردم. از خود آقا امام رضا کمک خواستم و نذر کردم کارم دوباره رونق بگیره و هر ساله توی ایام ولادت حضرت از بهترین گلای گلخونه برای تزیین حرمشون اهدا کنم تا منم توی این کار زیبا و دلنشین سهیم باشم و به حضرت خدمتی بکنم. یکم زمان برد تا اینکه به لطف نگاه حضرت دوباره گلخونه سر پا شد و دوباره شروع کردم. خدا رو شکر که امسال تونستم توی دهه کرامت و ایام ولادت آقا امام رضا علیه السلام نذرم و ادا کنم. خوشحالم که یه شاخه گل از این گلخونه، گوشه ای از این حرم زیبایی خودشو به زائران نشون میده و از این آستان عطر و بوی بهشتی گرفته.